عباس! عباس! نه جون کی میپرونم؟ یوسف تو را تعریفی زیاد کردند. گفتم بسیار بچه جسور هستی، اما زورا به 2 نفر رسید و خلاص. چخله که میگویند آوازه رستم به از رستم. خیر، با ما مهم نیست که تو چی هنر داری، با ما مهم همان است که کار را به انجام رسانی. فهمو؟ آن کاری که شما میخواهید من به انجام نمیرسانم. آن کاری که شما میخواهید من به انجام رسانم با مردم ضرر زیادی میآورد. از روی این کار شما جوانان زیادی وطنم را از دست میدهیم. تا دیروز خودت با همین کارها مشغول بودی، باز ما را نصیحت میکنی؟ بله من مشغول بودم، لیکن در آخر فهمیدم که این کاری من خطاست. به همین خاطر من بس کردم. حالا هم دیر نشده است، شما هم بس کنید، از این کار افلاس دست کشید. یک بار دیگر برو برده با جایش میرسانی. با ما دیگر با تو کار نداریم، فهمو؟ من به شما گفتم که نمیکنم یگان نفر دیگر رو پیدا کنید. معلوم که تو با خوبی نمیفهمی، با تو با دیگر زبان گپ زدن در کار.
یوسف یا باگه پیما میکنی یا پسرم رو از دست میدیدی. انس شما چخیل انسان هستید آخر؟ نه خب با کودک مایده همخیلی رفتار کنید. التجا میکنم. انس فقط با پسرم زنم نرسونید. انس آخه انس دستانم روی کنید. اولی مرد رو میبینم که پسرش در پیش او ارزش نداره. مالش شد خب من میکنم. شد هرچی خواهید میکنم فقط با پسرم ضرر نرسانید. اکنون ما زبان یکدیگر را فهمیدیم. از اول راضی میشدی حالا پسرت اینقدر عذاب نمیکشید. لیکن من یک شرط دارم. پسرم رو سر دهید. بعد هر کاری میخواهید من به انجام میرسونم. نه اول کار رو به انجام میرسونی بعد آمده پسرت را میگیری. در اینجا شرط گفتنی گپ نیست. فهمو؟ حالا ما تو رو آزاد میکنیم. بچه ها با تو زنگ زده جای وخوری را میگویند. فهمیدی؟ یا باگه پیما میکنی یا پسرم رو از دست میدیدی. Akacan mak. Salam. شما؟ سلام. برای کاری آموزه مرا ببخشید. هیچ گپ نه. من کاری دیروز گذشته را فراموش کردم. شما هم فراموش کنید. با گذشته صلوات. شما جای کار پیدا کرده؟ ها بله پیدا کردم. آها چه خیلی کار باشد اگر مخفی نباشد میگفتم. ساماندر میبخشی شیف اون را بی؟ ابلا ایستو رئیس اگر فروی 500,000 سومون میمونیم در یکم روزی دیگه مونناش 500,000 سومون. حالا من میدونم که باید چیکار کنم. رفتیم. های یک لحظه. مرا ببخشید.
گوش میکنم. الو سلام دوستی دارینم فکر میکنم که آواز پسرت رو آزمون شده ای. بله آزمون شدم. نوروز تو این رو فراموش نکن. من بعد پسرم رو گرفتم میدونم با تو چقدر رفتار کنم. ای به اخو ساعت 9 بگو تیار شو. جای بخوری رو با پیامک روان میکنی. دیر نکنی. خب فهمو من انتظار میشوم. نوروز یک بار آواز انس رو شنیدن میخواهم. با تو گفته بودم که شرط گپ گفتنی گپ نیست. کار رو به انجام رسون. چقدر میخوایی بعد آوازش رو بشنم. خب ما رو ببخشید. من باید روم. تو یک کاری حالا نداری. دائما کاری تو چنین است. اگر که سری راه مرا نمیگرفتی امروز من او را بوغی کردم میکشتم. رئیس جان آرام. شما یک آدم با برو. از دست شما یگان جا گریخته نمیتواند. رئیس جان چرا درک شدی؟ رئیس جان هر وقتی می اومده با اتاقتون می در آمده. درم فروش! این چی حال است؟ رئیس جان بازی کارگرا بیا همش جا با جو میگیم. همه جاش جا با جو. کوزاین نه رئیس جان. کوزاین نه. از دست دارم. رئیس جان هم بود. اینجا بیا. حالا گپ من تمام نشده است. گفتم فقط عصبی میشه. چی با عصبی رئیس پیرو میشه؟ عصبی منه. همین یک بار عصبی ما پیرو شده. سلام علیکم. یگان عصبات پیروش دیگه؟ نه. کی؟ بودا کی رئیس مسئولش نیست. ببخشید با من یوسف لازمه کرد. چی؟ با من یوسف لازمه کرد. ای خدایا خوب سندیرمی. یک دقیقه بس. یوسف با تو چی میشه؟ برادرم. ایستا کار تو تمام حل میشه. یوسف رئیس میدونی کی اومده است؟ من از کجا میدونم کی اومده است؟ تو رفته آن دوست را گرفته به نزد من بیار. در همون مسئله گفته سام. میدونی کی اومد؟ کی اومده است؟ دادر یوسف خودش کم نبود که باز دادرش اومده است. نه ما در همون مسئله گفتیم که دادر یوسف قدیم رو بگیریم. هر یه نفسی یوسف درکدار شه. یعنی گفتنی هستی که دادرش را با خود گیریم از هر یک نفس یوسف با خبر میشویم. کوزایل نه فوزایل رئیس. فوزایل جان تو در حقیقت فوزایل هستی. یوسف با دست و پاچه خود بر نزد ما آمدی. یوسف نه دادرش. تو میدانم هر دوش از خون است که رفته بیار. یوسف تو تا این روز نمیدانستی که سمندر کی هست و با تو سمندر کی بودن رو نشان میدهم. اکا بخشش من تو کم رئیس پیروش کن. رئیس جان اینم دادر یوسف. بیا کو چی میخواهی؟ سلام علیکم. سلام علیکم. با من یوسف لازم. یوسف؟ تو با یوسف چی میشوی؟ برادرش؟ من چی خدمتونم؟ من خیلی شد با یوسف در تماس شده نمیتونم. آخرا مرتبه من رو به اینجا ورده و گفت اینجا جای کار من است. بله یوسف در همینجا کار میکرد. حالا باشد یوسف را با دیگر کار روان کردیم. شما میتونید من رو هم با کار گیرید. از روداش میبروی؟ کوشش میکنم. اینجا بیا با تو میفهمم. تو چرا با من نگفتی؟ من نخواستم که تو را هم در این بلای خودم غمگین کنم. آخر ما دوست هستیم کو. تو با میلیسا خبر ندادی؟ با من گفتن که
اگر به میلیسا خبر میدهی پسرت رو دیگر نمیبینی. باز چی گفتن؟ باید همین بگو ساعت 9 ما وخوریم. با طریق پیامک جای وخوری رو باید به من روان کنم. این طور باشد ما همراه میرویم. فردوس من نمیخواهم که تو رو در این بلا گرفتار کنم. ما دوست هستیم کو چه خیل بلا. ما یک جا میرویم. فردوس اگر با من جای وخوری رو روان کردن با پیامک من حتما به تو خبر میدهم. مایلش. پس یک جا میرویم. مایلش خوب. جان من برای تو ترمیناتورم. میدونیم ترمیناتور دیگه 600 فیش میزنن نمیمرا. عقیب ما هر یا دخترو داویدان تو دهنی کادون رفتم نظرم نگرفته نظرشون نکی چشمایت ما را یک لحظه اوه این فوزای رقم های مرا میکشه. همین چشمایت مرا سمرد خودگی ما چی خدمت کنم برای تو گپ زن چی خدمت کنم. جانی ما قروز در کجا بودی؟ این قروز همین کار بوری همین کاری دهخانی چی همین کاری کردم که همین بزرگ برای تو کار کردم که ده تیم بیام همین اصلم دا برام یک مراجعی که خیلی نکه که اسما بگیرم برای خودت قسم قدم شما در زن زدی. نه همین نتی بردارم. این بچه جانو سر شده باشه ها. نه اهمیت یا رئیس دارم دیونم کده ایلا بی بوزان دیسه اصلا ما پوپ شد باندی پوپ شد دوشیده امین برنده چیمه کلوت قبیله حتی چیکار شکرمه فوزای انا کنون تو دا چیکار بوده ای؟ اینا برای خودت اینا همین تا می باندم که دیگه 18 کیلومتر هم بدم و اینه میشن دیگه اینا استکاد بمرمه ای حیوان چیکارای؟ چیکارای؟ کوزای فوزای چیکارای؟ چی بقلیه؟ چی بقلیه؟ چی باید تیفانه برداری؟ درده سی بود درس کی؟ کی؟ گوش کن مرا یکم شاگردی پیدا نشد که مایو افتخار بکنم پس بدرو گوش کن فوزای رایشو یا دکت تیفانه یا دکت رفته finta di asal. فوزای ما دیگه ترا قطعی دختر نبینم فهمیدی؟ بس کمی کاروتا رئیس جون شما قطعی او دختر خونم تونگا میزنین ما هم یک می داشته باشیم اخی کم ترک خیلی باشه فوزای نبای به اگان دختر باور نکن این همش دروغ است این انیسا ما چند قبض باید دیگر گپ میزدیم لیکن در یک مدتی که تو این در یوسف دل بسته است خودت دیدی خودت شاهدی این کار شده بودی لیکن به یگان کس باور نکن هیچ وقت باور نکن گپی مرا فهمیدی
فهمیدم رئیس جون خیلی قطیش بگردم دیگه باورش نکنم نمیشه قطیش بگردم دیگه باورش نکنم میشوه اگر که بتونی میشوه مایلش مایل رئیس جون مایل دوستش میداری با همین خاطر من انیسه رو با جای خودم با خارج روان میکنم رئیس جون نمیره نمیرم خیر ما با زیغ ایستادم که این رئیس میره ما چیکار میکنیم به رئیس رات سیاه فوزد رات سیاه که تزیغ میشه رفتیم انیق تو رو همینجا گفتن ای گفتگیشو نیم ساعت گذاشت بله همینجا گفتم ما تو رو گفتیم تنها بیو بار دیگر آدم بیاری پسرت رو زنده نمیبینی فهمیدی؟ فردوس گوش میکنم از کجا؟ معلش خوب میآیم наврӯз ту дар куҷоӣ фаҳмо ози манам мебиёям مرحمت دروید سلام علیکم ممکنه رفت سردار مرحمت گذاشته شنید رفیق سردار تینجیش ما رو با اینجا دعوت کرده یوسف دین شب در کجا بودی؟ در کجا میشد؟ در خونه رفیق سردار تینجی است اگر تنجی میشد ما تو رو با اینجا دعوت نمیکردیم من این آدم رو میشناسی؟ بله میشناسم این هم خدمتی من است یگان گناه کرده است
چرا میپرسید؟ دیشب جسدش رو یافتیم. چی؟ جسدش رو؟ یعنی چی؟ از کجا؟ ما از روی نوارها دیدیم پیش از مردنش همراه تو بود. تو این را چه خیلی شرم میدهی؟ ها بله راست میگویید. این هم خدمت من است. دیشب با ماشینش من را تا نزد خانه آورد و بعد خودش با من گفت که من یک کاری سراسیمه دارم و زود از نزد من رفت. جواب ده. شاید مهم باشد. خالم زنگ بزنم. لبه خاله جان گوش میکنم. خلا در خونه شوش. من تقویت میشوم. تقا جان آواز شما را تماما نشناختم. من شما را گوش میکنم. مسخره بازی رو کم کنو. خود یا زیر نزد ما بیو. با تو 10 minut وقت. مالش خوب تقا جان. تینجی است. ها بله تنجی باید من پسرم رو رفته از مکتب گیرم. پسرت رو؟ ها بله. پسری تو در روز یکشنبه هم به مکتب میرود؟ راست بگوید امروز یکشنبه رفیق سردار مزه خالم نیست. خالم یعنی بیمار است. باید من هر چیز زودتر روم. با شما روز خوش. юсуф бе ягом ҳилаву найранг борро мебарӣ. ягон ҳила мекунӣ фикр кун ки писаратро худат куштаӣ на ин ки мо. фаҳмидӣ? من آنها رو چه خیلی میابم؟ ту ба ҷои гуфтаи мо борро бар. онҳо туро дар ҳамон ҷо интизоранд. ҳама ҳуҷҷатҳои мошинро ба номи ту гузарондаем. ба сари чамбораки мошин шин. бишин. бояд ту баъд аз 2 соат дар ҳамон ҷо шавӣ.
2 ساعت شد انتظاریم. کجا شده بچه؟ حاضر میرسم.